اعتراف میکنم که تو به راستی مسیح و پسر خدای زنده هستی که به تو به دنیا آمدی و گناهکاران را نجات بدهی که در میان آنها من اولین گناهکارم. ایمان هم دارم که این پاکترین بدن توست و این پاکترین خون توست. نزد تو برای رحم و بخشایش گناه‌های دعا میکنم که با اراده یا بی اراده آن را به طور آگاه یا ناآگاه در پندار گفتار و کردار خود مرتکب کرده‌ام و بگذار برای عفو شدن گناه‌هایم و دریافت زندگی جاودان در پاکترین رازهای نهفته تو مشترک شوم. امروز در عشای ربانی تو ای پسر خدا از من اشتراک کننده پذیرا باش. برای دشمن تو هیچ راز نهفته افشا نخواهم کرد. بوسه‌ای مانند یهودا نخواهم زد، اما مانند لرزم تو را احترام